که وارد صفحه دوره‌های مربوط به دسکتاپ موبایلیتی میشیم، می‌بینیم که دوره اول مربوط به VMware Certified Associate هستش که تو این دوره معمولاً با تکنولوژی‌های مجازی سازی و اصول کار این تکنولوژی آشنا میشن و کار اجرایی چندانی و به لحاظ تکنیکال انجام نمیشه. در قسمت بعدی پروفشنال لول هستش که شامل دو مدرک هستش، دو دوره هستش امروز، VCP ورژن 7 و VCP ورژن 6 که هنوز ارائه میشه. اگر شما VCP ورژن 7 رو انتخاب کنین، وارد در حقیقت صفحه راهنمای این دوره میشین که به چه شکلی و با گذروندن چه دوره‌هایی شما میتونین این مدرک رو دریافت کنین. یه قسمتی داره به عنوان Required Training Course یا دوره‌هایی که شما باید بگذرونید که شما میتونید Install Configure Manage رو بخونید، Install Configure Manage به اضافه اوالیوم رو بخونید که یک قابلیتی هستش روی هورایزون و در نهایت ترابل شوتینگ و پرفورمنس اپتیمایزیشن هستش. اگر Install Configure Manage رو بخواید انتخاب کنین و به عنوان این دوره بگذرونینش، یک سری سرفصل ها داره این دوره که در داخل این سرفصل ها که به صورت یک کلاس 5 روزه ارائه میشه و مدت اون 40 ساعت هستش، یعنی در هر روز یک کلاس 8 ساعته برگزار میشه، شما میرین با تکنولوژی های مجازی سازی آشنا میشین. معرفی داره به دوره VMware Horizon، قسمت های مختلف این محصول رو به شما معرفی میکنه، میاد راجع به تکنولوژی ساخت دسکتاپ های مجازی، راجع به کلاینت ها و قسمت های مختلف اون صحبت میکنه. تکنولوژی های ساختن انواع راهکارهای ساخت دسکتاپ های مجازی مثل لینک کلون یا اینستنت کلون، استفاده از ریموت دسکتاپ سرویس مایکروسافت، در مورد سکیوریتی میاد صحبت میکنه و در مورد اوالیوم میاد صحبت میکنه و در نهایت یوزر انوایرمنت منیجر هستش که توی این دوره در شرکت کاریار ارقام ما تمام این سرفصل ها رو به صورت کامل پوشش میدیم خدمتتون. با تشکر.